حب علی رضی الله عنه در حق فاطمه رضی الله عنها. امیرالمومنین چقدر فاطمه را دوست داره؟ مگه کسی میتونه بفهمد حب امیرالمومنین را در حق فاطمه زهرا؟ آمده وضو بگیره، این چوب مسواک را مشاهده کرد که این سر این چوب مسواک رنگین شده. امیرالمومنین چوب را برداشت زد زمین. تو چه حق داشتی که لثه فاطمه مرا رنگی کردی؟ بینندگان گرامی، راست گفتند دروغگو کم حافظه است. این آخوند یادش رفته که در ایام به قول خودشان فاطمیه با دروغهایش برای مردم از کتک خوردن فاطمه به دست عمر جلوی چشمان همسرش علی ابن ابی طالب رضی الله عنه سخن می گفت و اکنون از محبت و غیرت علی نسبت به فاطمه رضی الله عنها سخن می گوید که نتوانست خون لثه فاطمه را بر روی مسواک ببیند. نمیدانیم قسم حضرت عباس را قبول کنیم یا دم خروس را. حاج آقا، این علی با غیرت که زورش به یک چوب مسواک رسید چرا هنگام کبود شدن جسم فاطمه رضی الله عنها در اثر سیلی عمر غیرتش گل نکرد و زار زار میگریست و نگاه میکرد؟ حاج آقا، کی میخوای دست از این تناقض‌گویی برداری؟ توبه کنید و حقایق را برای مردم بیان نمایید. البته هاشا که این علی ترسو و بزدل که شما از آن دم میزنید امام علی ابن ابی طالب رضی الله عنه داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم شیر خدا و حیدر کرار باشد. این همان علی خیالی است که همانند مهدی موهوم توسط امام تراشان و منفعت طلبان دین فروش دربار صفوی امثال محمد باقر مجلسی و نعمت الله جزایری ساخته شدند تا بدین وسیله احساسات مردم را به بازی گرفته و خود در مسند قدرت و ثروت و شهوت باقی بمانند. خداوند متعال می‌فرماید: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. و از چیزی پیروی مکن که دانش به آن نداری، بیگمان گوش و چشم و دل همه بازخواست خواهند شد.